آینه نفرین شده. سالها پیش دختری به نام نازنین یک آینه قدیمی را از بازار عتیقه فروشان خرید. آینه بزرگ با قاب چوبی کنده‌کاری شده و طرح‌های عجیب که بیشتر شبیه طلسم بودند. نازنین هر شب قبل از خواب در آن نگاه میکرد تا اینکه یک شب تصویر خودش را دید که لبخند میزند در حالی که خودش اغم کرده بود. او ترسید اما فکر کرد خیالاتی شده تا اینکه هر شب تصویر داخل آینه حرکات متفاوتی میکرد. چشمک میزد، سرش را تکان میداد یا گاهی حتی از خواب بیرون می آمد. یک شب تصویرش دست دراز کرد و از خواب بیرون آمد و نازنین دیگر هرگز دیده نشد. فقط آینه باقی ماند و با چهره جدیدی درون آن.